سلام، من تارام و ایشونم امید هستم، مخلص همه. دوستان این دومین ویدیوی یوتیوب ماه، ولی متاسفانه حالا به خاطر یه سری تنظیمات و یه سری چیزهای دیگه ما ویدیوی قبلی رو نتونستیم توی یوتیوب آپلود کنیم، ولی توی پیج اینستامون هست، میتونین حتما اونجا ببینینش. حالا شروع ویدیو. خب یه خورده همین چالش چیستان و این چیزا بود با مجازات، ولی مجازات اینجوری بود که مثلا کلمو می‌خورد تو آرد و یا چیزی اینجور حرفا، کثافت کاری اصلا خیلی داغون بود. حالا این سری اومدیم یه خورده بهترش کنیم، خلاصه رفته با ویدیو کیفیتش باید بهتر بشه. نه خوبه هیچ از زیاد سخت نیستش. خب دوستان اینجوریه که دوباره از ما چیستان سوال میشه، خب و هر کسی که چیستان رو اشتباه جواب بده مجازات داره، ولی مجازاتش چیه؟ قرار آتیش رود میشه یه جور میگی آتیش انگار مثلا میخوام آتیش بزنیم. من واقعا به فلفل حساسیت دارم و قرار اگه اشتباه کردم فلفل بخورم. این یعنی چی؟ پس باید سعیتو بکنی اشتباه نکنی. آتیش میخوام آتیش حله؟ خب آرمین جان شروع کن، چیستاناتو بپرس و از اونجایی که ادب حکم میکنه لیدیز فرست. بله بفرمایید. چه جالب. آرمین جان سوال کن. اون چیه که وقتی گرم بشه کوچیک‌تر میشه؟ چی؟ یه بار دیگه تو صحبت نکن وقتی داره برای من میخونه. اون چیه که وقتی گرم میشه کوچیک‌تر میشه؟ اون چیه که گرم میشه کوچیک‌تر میشه؟ یخه. آقا این چه سوالیه؟ خیلی آدم زایی هستی. عزیزم میتونی از اینم چرا اینقدر زحمت‌های منو بی ارزش میشماری بخوام؟ سوال ساده بفرمایید. سوال 2 نیست، سوال 1 از من. اون چیه که کلید داره ولی در رو باز نمیکنه؟ من در نمیزنم میام با نکرد. میدونی جوابشو؟ کلید داره ولی در رو باز نمیکنه. بکنم اومدم اسم اون چیزی که داره اسم اصلیش کلید نیست. خب ولی ما اینجا داریم به عنوان دوستان من همیشه کلید تو کیفم دارم ولی هیچ وقت یاد در رو وا کردی. نمی‌کنم چون استعدادی در وا کردن در ندارم. کلید داره ولی در رو باز نمیکنه. اسم اصلیش کلید نیست ولی ما چون می‌خواستیم دیگه ما چیستانمون اوکی بشه گفتیم بس چه سوالیه آخه خدایی. داداش خودت دیگه. خب الان نمیگی شما بر علیه من توطئه کردی. حقیقته. ببخشید. نمیدونم. آقا جون تایم تمومه. نه این تایم پیانو. خداوندی تو میتونستی بگی اصلا به ذهنت رسید به و تو برشیدی. من نوبت خودم اصلا نظر میبرم. داداش حداقل میذاشتی یه سوال جواب میدادی بعد. دوستان با تشکر از سس فلفل چیپس رو انتخاب میکنی بکنی. اینجا حق انتخاب چیپس داری. چقدر خوشبخت میتونه باشه یه آدم. بیا امیدی خوب نمیریزه شیشه. فشار داری میری شیشه رو. بایستا امید بسم الله الرحمن نصفش ریختی بابا یه خوردش اونم باید بخوری راه همه رو من که داری مشکلی فلفلی با میکنی. تندی نه یعنی چی مشکلی با تندی نری بسوز. بیا الان که خوشت منه باحال شد ولی یا خود داری میریزی الله بخوردش. امیدوارم وقتی مجبوری با زرده تخم مرغ بخوری همین ریاکشن داشته اون باشی. چیه که همه چیزو نشون میده ولی خودش هیچ وقت دیده نمیشه؟ چیزی که همه چیزو نشون میده ولی خودش هیچ وقت دیده نمیشه. همه چیزو نشون میده ولی خودش هیچ وقت دیده نمیشه. قندی ماما برو پایین. وای یه چیزی دقیقا تو ذهنم هست. تموم. وایسا بابا 10 ثانیه است دیگه. نه آخه من نه بابا به نظر من اون چیزیه که نشون میده ولی خب این خود سوال بود. خودش چی؟ سوال یه دیگه کامل دقیقه وایسا. همه چیزو نشون میده خب ولی مثلا خودشون دیده نمیشه اینجوری. بس دیگه آقا چقدر نمون شد. من میتونم اسم بزنم احساس میکنم آینه است. آره. وای زرمار
همون اول فهمیده بودم این است. خب چرا کامنت نکردی؟ حالا دیگه بزرگ انتخاب نکن. من خودم انتخاب میکنم. مگه تو چیپس تو من انتخاب کردم؟ تو میزان اونو میتونی انتخاب کنی. وای قرار آتیش بزن. مامان. بگیر روی این دیگه رو زمین نریز. بیا. وای تا حالا تو زندگی میخوام فلفل نخوردم. به خدا دکتری که پیشش برقدر بوده بودم اینو وای واقعا بخورم. 1 2 3 بسم الله. وای واقعا بخورم. آره دیگه بس چی که من نخوردم وای دیگه. تو انگار نه. وای آبرام قاطی نکردی؟ خیلی بی‌وجدانی. چقدر سس ریخته بودی نامرد. تو خودت دیدی چقدر سوز ریخته بودی؟ من نصف نمیدونی ریخته بودی نریخته بودم. میگه تو حساسیت داری که من این چیه یه 5 تا انگشت داره ولی زنده نیست. خیلی آسونه. اما یه خورده فعلا باز کنیم. 5 تا انگشت داره ولی بگم. زنده نیست. دستکش. زهر مارتی که نمیدونستی چجوری فهمیدی؟ خب دوستان با تنبیه بعدی رم من قرار نیست از این استفاده کنم من مطمئنم. هر موقع با این گفتم من زن میخوام با ایشون گفتم همش سرم من دیگه از الان هیچی نمیگم سم بود یاده چه بالاخره واقعش رسید. خیلی دوست دارم نزنم نه بیا ادب الان میگه چه حالا که بس حرف زدنه اون چیه که تا اسمش رو به زبون نیاری نمیشکنه؟ اون چیه که چی؟ تا مثلا یه چیزی به زبون نیاری نمیشکنه. تا اسمشو به زبان نیاریم نمیشه. اصلا اسم فرق یه چیزی به زبون نیاری نمیشکنه. یه چیزیه که به زبون بیاد میشکنه؟ آره دیگه جوره. مثلا جسم واقعی نیست. خب من چی؟ من تا حالا تو زندگیم هیچی رو اسم نبردم که بشکنه. یعنی اصلا اسم حالا کاری نداشته باش. خب تو اینو یه چیزی میگی میشکنه. ها؟ من یه دستور بدم اون آینه رو بشکنی، اون شیشه رو بشکنی. خود کلمه بشکنه. بشکنی. خیلی باخت دیگه. جواب خب چی بود؟ جوابش چی بود؟ سکوت. زیبا بود خوشم اومد. نمکی بالا. ولی تو باید لیوان تو خالی بخوری. من خالی میخوام. تو لیوانو میخوری چیپسش هم میخوری. چیپس نمکی با لیمونی. تو بالا میاری. نمک با لیمون. یه لیوان چیپس بزن با آب لیمون. باید بخوری. بمزنی خودم کردم یک لحظه دوستان همیشه اول انتخاب همسن نجات کنید دوم خودم کردم که لعنت بر خودم با شما هم کاری نکنین که مجبورشین تش به خودتون لعنت بفرستین. حتما به این خودم میخوام بخورم. به این نصیحتت. قورتش بده. امید مرغ میده. نفس تو حبس کن قورت بده. ای بیا اینو بخورش بره پایین. چیزی لذیذیه. ای آره بخورش بره پایین دیگه خب. بیا نمیخوره. ای بیا این که خورده سوسات پیش بریزه. یه سیک برو بالا. برو. ماشاءالله. برو دیگه مشکلی با ترشی نداشتی. به خودت اینو بخوری. یه لیوان داشتی یه دونه. امید شاته. نوبتی هم باشه نوبت منه. مگه مطمئن تو نمیخورم. داشت باید بخوریش. چه جالبه. آقا من تصدیق میکنم. چی یه قطعه بود. یه قطعه از درمان شد. آقا یه قطعه رو 15 قطعه رو شیختی. بدن نیاز اون چیه که پا داره اما نمیتونه راه بره. بهش بگم خودش. پا داره ولی نمیتونه راه بره. مام بزرگم. چارپایه. نه. چارپایه هم پا. این جواب اصلی نبود ولی طرز فکر تو شما. آقا من درست گفتم. آرام باش. فشارم میفته. انرژی تو خاطر نه. کامل نبود.
هیچ وقت او بیا امتحانش جلوی نکنیم. دوربین بیا جلوی دوربین هیچ وقت دوستان امتحانش نکنیم. امید جون بیا برای اینکه بتونی راحت‌تر بقولیس بیا بقولس بدو برو بالا بدو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من دیوار دلم نوشته بودم نمیخواد ورود شیر ممنوع. بگی بخور به نام خداوند حکیم همه جفتن متقین. امید برو به هر سلامتی سر سلامتیش. امید برو امید برو بگه که گلو تو سوراخ کنیم برو Ay, ما مردم. ذات اون از آب دشمنش هم آبه. جیز بایسا من جیز دادم. سری بگی بعد اجازه بدی که بقیه فکر کنن چرا؟ چه بگو میدونی اگه اشتباه بگی آره میبازی که آره میدونه چیه؟ جاج میدونم چیه یخ آره. میخوای بهش رحم کنی یه سوال پرسی؟ نه 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 این سوالش خیلی راحت بود بشور فکر کنم. یه بخشش از بزرگان هست. نه 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 الان خود بودی میبخشیدی؟ نه دیدی؟ آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند نپسند چون من واقعا متوجه نشدم بپسند. داشتم به فکر میکردم خیلی ساده بود. مجازات هم قبول ذاتش می‌کنم. آب دشمنش آب دیگه یخو بگیر. میشه دیگه صدا تو نشنوم می‌خوای اون آبروش لطفا هیس بیشتر باش کن؟ هیس اوه. باش اما اینو بخورم یا اونو میخوای موج کف کرد آب دریا کف کرد اون که آب نیست بده. برو بالا یه قلوپم بری هنده سبزی های تایی شده میدونم. وای وای بچه من از طرف من خدافظ من یه فاجعه بشر نمیخوردم بردم بازم بازی یه سوال ازت بپرسم نه جدی این سوال میخوام بچه یه سوال جدی میخوام ازش بپرسم جدی از این سوال بپرسم جدی دوستان بدونم باختن چه حسی داره ببین جواب بد میدم یه جواب من برم بچه واقعا من برم ماست بخورم خدافظ برو ماست بخور دوستان خدافظ تا یه ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم یه ماستم به اون بنده خدا بدین خدافظ